با گفته پیوندانش کامل جان یولداشوف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدیدو شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کامل جان گفتند که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کامل جان مقامات قرقیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم کردند، هرچند پیوندانش میگن کامل جان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کامل جان یولداشوف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کامل جان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کامل جان یولداشوف 29 سال داشته از ساکن دهه سرخ ناحیه اسفره می باشد. این دهه در منطقه هممرز با قرقیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه‌های مرزی هم بود. مقامات قرقیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کامل جان یولداشوف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کامل جان تا حالا در فرودگاه دمدیدو شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول میکشد و او را کی آزاد میکنند. ولی کامل جان یولداشوف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با طلب قرقیزستان در روسیه دستگیر میشوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جوریف، یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرقیزستان در روسیه بازداشت شده بود، از بازداشت رها گردید. دادستان کل تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جوریف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جوریف در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقت عبدالفتاح، یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرقیزستان خواست به تجربه آغاز کردن پرونده‌های بی اساس جنایتی وابسته به ترتیبی‌های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت‌ها را سیاسی می‌دانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه طلب کرده بود. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.